هر روز 284 نفر در یک سال بیش از 100,000 زاده تاجیکستان شهروند روسیه شده است. از بهشت روی زمین روزانه 284 نفر از تاجیکستان فرار میکنه، یعنی شهروندی روسیه را میگیره. برای چی؟ روسیه که این قدر ما را تحقیر کرده، این قدر ما را دشنام میکنه، این قدر ما را میکشه، تجاوز میکنه، و باز هم برای چی این ملت میره و شهروندی روس میگیره؟ برای چی؟ برای یک کمک امکانیت ها. از همون پرسپاس پلیس بیزار میشود، از همون پولگیری پلیس بیزار میشود، از همون تحقیرها در کوچه و خیابان ها پلیس بیزار میشود. به خاطر یک زندگی یک کمک خوب پیدا کردن میره و شهروندی روسیه را میگیره. اون بهشتی که شما امروز ها قصه میکنین برای ملت، اون ارزش نداره، اون دروغ است، اون ساخته است. این اینجا از بهشت اینجا قصه میکنن که روزانه 284 نفر از بهشت فرار میکنن. آیا مگر از بهشت یک نفر فرار میکنه میره و دوزخ؟ من 100% نظام روسیه را در برابر نظام تاجیکستان قیاس میکنم. هر دو یک نظام است. تصور کنید از یک نظام بدبخت ملت فرار میکنه میره در یک نظام بدبخت‌تر میافته. به خاطر یک دو سوم کمی زندگی را درست کردن، یک کمی. و نقطه دیگری که من میخوام اینجا بگم که قضیه اوکراین و روسیه که امروز دنیا را فرا گرفته است، بعضی روس پرورهای ما که با مانند مثال های میزنن که خب شکرانه نمیکنین که ما یک دهان نون از همون کشور میخوریم، در یک کشوری که ما بهشت و 30 ساله استقلالیت میگیم، ما وابسته لقمه نان من از فدراسیون روسیه باشه، وای به حال اون ملت و دولتدار و وطن که ما به خاطری که یک لقمه نان میویم اون حکم قتل که در او کشور دیگر میشه و جان صدها نفر در کوچه ها خوابه است، ما باید انتقاد نگیریم از این، ما باید حرف نزنیم، ما باید حکم محکوم نکنیم، ولی به خاطری که دول بردن نانی که میویم زندگی ما را پیش میبریم باید سکوت بکنیم، خاموش باشیم در مقابل ناعدالتی. پس کجا از دولت حقوق بنیاد، کجا از دولت دموکرات، کجا از بهشت، کجا از پیشوا، کجا از راهبر، کجا از شلح و شبات گفتی رحمان، کجا از این همه چیز، کجا از استقلالیت، کجا است حفظ استقلالیت؟ میگه رحمان و از گام های بلند، حفظ محیط استقلالیت، حفظ استقلالیت، جمهوری تاجیکستان دولت استقلالیت، صاحب استقلال. مدام ما وابسته ایم، نان خورده من از یک کشور دیگه است، به خاطری که ما همون نان من از دست ندهیم، اگر هزارها را در یک جای دیگر میکشن، ما همش یک انسان حق حکم کردن و محکوم کردن نداریم. برای چی؟ خب گپ نزنید که ما از نون میمونیم، از نان میمونیم. حیفی ما برای این ملت که همین قدر فهمش داریم. خب زنگای دیگه باشه بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم سلام. اکا ویروس سوزند اینجا. سلامت باشین، تشکر. این مسئله چی را گپ زدین اکا؟ ازی مناسبت اوکراین و روسیه. خب بسیار گپ خوب زدی. بگذار مردم تاجیک اندیشه کنن که با چه بگم با آمدی یگان دولت دیگر نشوند، نگن که روسیه وقتش دائمی شما بودین که وقتی که طالبا این مردم کشتن شما طرف طالبا گرفتین. این اکا که اوکراین را مردم کشتن شما طرف طالب گرفتیم. این همی سامانه شما نبود که کجا ممکن طالب درست کرده است؟ شما بوده که گفتن که طالبا درست میکنن و مقابلی کفر میجنگن. طالبان امروز آمدن در سر قدرت به هر راهی که نباشه. خب حکومت قبلی خیانت کرد در مردم افغانستان، ترک کرد، منبرها را در حکومت طالب داد. خب و ما بالای این نقطه گذاری میکردیم که رحمانوف یکی از نفرهایی است که پافشاری داره که باید که حکومت طالب قبول نکنه. درست؟ و حالا که رحمانوف برای حکومت طالب قوه برق میته. درست؟ بعد میته عین همین روسیه که اوکراین در رفته است میکشه، عین همین شکل در طالبه که میگن که ظلم میکنه، رحمانوف قوه برق میته. فرق در کجا است؟ سلمان تو یک خود درست فکر کن. وقتی که ما حاضی همچون شهروند تاجیکستان باید ما به طرف باشیم، نه در طرف
روسیه رو بگیریم نه طرف اوکراین رو. چرا افغانستان طرفش گرفتن؟ رحمانوف زبانش هم قدر دراز داد میگفت. همه برق میتاد سومش هم میگیرد برای یک کشوری که جامعه دنیا قبولش نکرد از لحاظ از قانون‌های بین المللی، رحمانوف حق نداره. طبق قانون‌های بین المللی رحمانوف جنایت میکنه. ملت خودش برق نداره، مردمش در زمستان بی برق است، ولی رحمانوف برای حکومت طالب برق میده. درست؟ تو جای ما میدونم در تاجیکستان یگون کس در زمستان برق نمیتاد، وقتی که زیادی کرد برق میتاد. یک کم ترک خون انسانی داری برادر مردک بری. الحمدلله. همین دادی که مردم در همین فصل زمستان بی برق میگه برادر شرم نمیکنین؟ ایزو نمیکشیم؟ ای مردم، آی مردم، آی مردم، خدایا که جانی مرا بگیره یا که جانی تو را بگیره که شرمنده نشیم در این ماه رمضان. هزارها نوارهای بی برقی است ای مردم، هزارها نوارهای بی برقی. تو ایزو نمیکشی؟ کمبودی در همه جو هست. اونا گفتی نمیکشه برق کو با کمبودی شد کو؟ ما گفتم حجرش نمیکشه. زمستان نمیکشه؟ زمستان در وقتی نباشد میکشه. چی با نمیکشه؟ وقتی که نرسید برق نرسید در بعض جا چرا میفروشه؟ یعنی فروختن در میرسه میفروشه ولی که نمیته برای مردمش. ای خیلی گرم نیست. در قرقیزستان میفروشه، در ازبکستان در زمان اشرف غنی هم میفروخت، در زمان این همی حکومت طالب هم میفروشه. همی ایرو دمی ماه شریف رمضان دروغ نگوی. من یا تو؟ تو شما برادری عزیز مشکلی شما نیست، شما همین فهمش داره. برای شما در تلویزیون و رسانه ها برنامه های حقوقی، برنامه های اقتصادی نیست. شما بدونید که یک حکومت که سازمان ملل قبول نکرده ایش، یک حکومت که جامعه جهانی قبول نکرده است و ایلا حکومت رحمانوف عضو سازمان ملل است، حقی نداره که برای این کشور دادوگیری بکنه. حقی نداره. همه شما نبوده که همون کشور را تعریف میکردین، توصیف میکردین. تاجیکشی رفته همه شما نبودین؟ این چی میگه این چی میگه؟ همین گپی میزد اگه تو نمگردن بگیرین اوخی. همین ما راستی گپ محبت شدن مادر یعنی عبدالرحمن خصوصا نیستین. خب مادری بیچاره در جنایت کردن به حقش؟ نه کی انا که گوش که حکومت جنایت کردن که این خرسا نبوده است. یگانه نفری که از حکومت رحمانوف دفاع میکنی و آمدی گفتی من همه قانون هایی که حکومت داره قبول نمیکنم و خرسا نیستم. درست؟ من نگفتم که قانون هایی که من میدونم که تو این گپ نمیگی، میترسی. من میدونم که جامعه آزاد نیست. من میدونم که گفتم. من 100% میدونم که تو اصلا جرأتی نمیکنی بگوی که من یک باب سرقانون قبول ندارم. این جرأت نمیکنی، نداری. سرقانون خلق قبول کرده. چه ما آواز دادیم. جمهوری تاجیکستان دولت دموکراتی است، قبول داری؟ قبول دارم. در یک دولت دموکراتی آزادی بیان است، قبول داری؟ قبول دارم. یک زن آزادی بیان در یک زیر کامنت یک دو کلمه می نویسه، اگر نویسته است باید زندان شود 6 سال، قبول داری؟ تو همه خودت عقل داری که میدونی که تاریخ همین برنامه تو برنامه اکستریمیستی اعلان شده موافق قراری شد. انا تو پس در این برنامه برآمد میکنی، برای تو جرم نیست؟ برای تو میلسینه؟ برای شما میلسین؟ برای شما از همون لسکایی هستین که از او دفاع میکنین حلال تان باش میگه. درست؟ همه مادر عبدالرحمن زنگ میزد، فرزندش نصیحت میکرد، زنگ میزد مقابل شما. تو سرقانون کشور قبول داری؟ قبول دارم. شهروند جمهوری تاجیکستان از سن 18 سالگی حق آزادانه فکراشو بیان کردن در رسانه ها، در حرکت ها، در گروه ها مستقل و غیر مستقل دارد. یعنی آزادانه فکرش بیان کردن. پس برای مادر عبدالرحمن طبق سرقانون کشور هیچ ضرورتی نیست که فرزندش نصیحت بکنه، برای که قانون او فرزند اجازه داده است. قبول داری یا نه؟ این گفت قبول دارم. اما که مرا گوش کن. پس برای چی اون نفر میبرن زندان میکنن مدام که مادر به خاطر دو کامنتش رو زندان آزادی بیان میگیم. میدونی که دو کامنت چی نویسنده باشه؟ تو میدونی که در یک برنامه برآمد داره که ضد سیاست رحمانوف است و رحمانوف دیکتاتور میگه. تو میدونی؟ ما میدونم. پس تو میدونی که در اینجا جرم کردگی، جنایت کردگی. یک حرکت که سود عالی غیر رسمیش کرده است، من کردگی است. من نبرم. تو برام از گام
من نبرم اگر دادگاه واقعا عاقل است این شما اگر مادر عبدالرحمن که به خاطر 2 کامنت 6 سال است، من برای شما 36 سال از دادگاه طلب میکنم که شما را باید 36 سال زندان کنند. میفهمی؟ تو برآمده است در اینجا گپ میزنی در برابر تو. من میگم حکومت رحمانوف قاتل است، ظالم است، تجاوزکار است، احمق است، جنایتکار است و من توسط تو این گپ ما به جامعه میرسانم. تو وابسته یک واسطه، میفهمی؟ تو یک واسطه هستی که قطعی من بحث میکنی و من تمام اون سختی که دارم وجودم قطعی میبرم رحمانوف حکم میکنم ظالم و تروریست و دیکتاتورش میگم. میدونی که تو وابسته، تو شریکی در همین گپای من، میفهمی؟ اگه گوش کن گپو تابت کردی نواتی ما. نه تو میفهمی که تو شریک همین حرفای من یا که نه؟ ما گوش کردم گپو تا. نه تو قبول داری اول یا که نه؟ تو گپو ما گپو تا گوش کردم. ما گوش میکنم اینجا تو قبول داری که تو شریک حرفای من هستی؟ ما شریک تو را ما تو گوش کرده استم. تو گپای ما را گوش میکنی؟ با گوش میکنم. نه ما همچنین شهرمند میبرم با مردم میگم که چند سال باز برآمد کردی همین خود دائمی گروه 24 چند سال شد که اینترنت که برآمد میکنه؟ 3 سال. این همین 3 سال. همین رنگ مادر عبدالرحمن ممکن که هر سال 20 نفر 30 نفر میخواد در ترمه رفته محبس شده باشه. من با همین برنامه تو برآمد میکنم مردم میگم که همین برنامه تو دا زنگ زدم تو نصیحت کنه که تو راست بری، نه که تو جانبداری کنه که با عبدالرحمن پشت زندان بشنم. یعنی برای شما اجازه هست در این برنامه یا که کامنت بکنین یا که نصیحت کنین مردم اجازه هست، درست؟ بله من میگم که چشم مردم کشته بشه. اما برگه سودی عالی گفته است که کسانی که از رحمانوف دفاع میکنن اونا آزادن در این حرکت های اکستریمیستی داخل شون، مشکل نداره. همه چیز هست در امو بگم جا. ما در حرکتی تو داخل نشدم، من برآمده مردم فهمونده هستم که تو در داخل شید از گپ زدی، میفهمی؟ تو در همون یک نجس چرتیدگی تو خبر نشدستی. تو گپ مردم خشرو میفهمه، آدم میفهمه دیگه میفهمه. خودت همین خودت در پیش وجدان سوال که پشت تو چند کس محکم شده گه تو خیلی عقل تکور فرما بگو که مردم برنامه من همین روز محکم اصلاح شدم، میرم نمازکام میخونم، روزام میگیرم پای کار بر میشم. پشت تو میلیون آدم ترمه نروان راهشون گم نکنن، پدر فرزنداشون صغیره نمونن. هر سال هر روزه اول بسخه کم و فرزنداش هر روز 284 نفر از تاجیکستان ترک میکنن. اورا کی باید نصیحت کنه؟ اینا که این مسئله دیگه میزنی. یا وقتا نبوده که خودت مهاجران میگم. اینا که مهاجرای محترم وقتی که این جنگ اوکراین سر شد ما میدوید که شهروند روسیه بگیریم خیلی میفهمم ما برای زندگی خیلی زندگی در تاجیکستان بعد است میره شهروند روسیه رو میگن، درست؟ ممکن که زندگیش در تاجیکستان خوب نمیگذارن میره. یعنی معاش نیست که زندگی مردم، یعنی حکومت رحمانوف بهشت روی زمین میگه ولی روش اسیا میکنه، برای ملت هیچ زندگی خوب نداشت، درست؟ مخصوص زندگیم خوب رفته است. نه زندگی بد است، مردم میرن روسیه به خاطر کم زندگی بهتر کردن. یعنی بهشت روی زمین دروغ است، درست؟ اشوله از رحمانوف یک تخیلات است. تو با چشم میبینی که تاجیکستان مثل بهشت در همین تلویزیون میبینی تو؟ بهشت آخه بهشت اصلا تو کس دیده است که بهشت چگونه است؟ ندیده. پس شما قیاس میکنید با بهشت؟ توصیف میکنم. توی هر برای این همی بدرو این سبزه را باید این تلویزیون در نشون میتایی گلکوری را بین گفتی که سبزه را گو میگروزه برزگو، سبزه برای گو وای. این هم برای گو نیست، برای طبیعتی تاجیکستان را بی کیف کن. تو ندیده که اونجا شته دو دینی قوغدا لغلغ میکنی که مردم رحگم میزنی دیگه خود تا یک کس برو ناغ یا مسافر برو بچم برو بخیر دیرتر خونه میام برو